استاد احمد آزاد همیشه یاد خاطرش در دل و ذهن ما زنده است. امروز به در سومین سالگرد مراسم بزرگداشت این عزیز آستانی حضور به هم رسوندید. دمتون گرم، خیلی با صفایید، خیلی با مرامید و این نمونه بارز مهمان‌نوازی سامانه‌های خوب و عزیز. مضاف بر این که دوستان عزیزی که از شهرستان‌های متفاوت زحمت کشیدن و تشریف آوردن تمام قد سرفرد مهرتون هستن و به نیابت از خانواده احمد آزاد از تشریف آوردن شما عزیزان قدردانی میکنم. و اما خیام نازنین میگه که چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ، پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ. می خور که بعد از من و تو ما بسی، از سخت به قره آید از قره به سخت. چقدر خوب و زیباست که تا وقتی در این دنیای خاکی زندگی میکنیم به گونه‌ای رفتار کنیم، به گونه‌ای با هم نوعان خودمون برخورد کنیم که پس از سفر آسمانی این چنین یاد و خاطری خوب بین مردم داشته باشیم. این گونه باشه که هر کجا که صحبت میشه فقط ذکر خوبی باشه و این بسیار بسیار ستودنیه و قابل ستایش که امیدوارم همه شما عزیزان، همه ما عزیزان در زندگی گونه باشیم که وقتی سفر آسمانی داشتیم یاد خاطری نیکو بر جای بذاریم.